سرخط مهمترین خبرها: جزئیات گفتگوی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه. در 4 روز 643 تاجیکستان از ونوکووا دپورت شدند و تاجیکستان ویزا را برای شهروندان 41 کشور بیکار کرد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 می سال 2024 است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جزئیات گفتگوی وزیر سراج‌الدین مهرالدین با همتای روسش سرگئی لاوروف را نشر کرد. گفتگوی تلفنی دیپلمات‌های بلندپایه 3 اپریل و در پس‌منظر درماندن صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه‌های روسیه انجام شد. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آمده است دو طرف وضعیت دشواری را که شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه در نتیجه چاره‌های شدید مقامات قرار دارند بررسی کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به همتای روسش گفته است چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های آنها با پرینسیپ‌های مناسبت‌های دو جانبه موافقت نمی‌کند. سرگئی لاوروف در این صحبت به سراج‌الدین مهرالدین گفته است چاره‌بینی‌های اخیر مقامات روسیه ضد کدام ملت و دین روانه نشده است، اما وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده است که این حرف‌های لاوروف با وضع واقعی موافق نیست و عملهای منفی تنها نسبت شهروندان تاجیکستان تطبیق کرده می‌شوند. صحبت تلفنی وزیران کارهای خارجه روسیه و تاجیکستان با تشبث مسکو انجام شده است و معلوم نیست که دو طرف به کدام سازش دست یافتند. ورود به روسیه از روز 22 اپریل برای شهروندان تاجیکستان سخت‌تر شد. صدها نفر از مهاجران تاجیک در فرودگاه‌های روسیه و هم در گذرگاه‌های زمینی درماندند. روز 29 اپریل تاجیکستان با سفیر روسیه در دوشنبه نوت اعتراضی داد. در این رابطه یک خبر دیگر هم داریم. دوام 4 روز اخیر فقط از فرودگاه ونوکووا مسکو 643 شهروند تاجیکستان اخراج و دپورت شدند. این آمار و خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نشر کرد. به قبل منبع از 26 تا 30 اپریل 3101 شهروند تاجیکستان وارد فرودگاه ونوکووا شده. مقامات روسیه 643 نفرشان را بعد بازداشت چند روزه و بدون شرایط موافق اخراج کردند. منبع می‌نویسد غیر از این نسبت 117 تاجیکستانی دیگر قرار اخراج قبول شده است و آنها منتظر به تاجیکستان فرستادن هستند. مسئولین وزارت کارهای خارجه گفتند وضع دشوار برای شهروندان تاجیکستان در فرودگاه‌های شرمیت و ژوکوفسکی و دمدیده و نیز مشاهده می شود. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که اگر ضرورت نیست موقتا از سفر به روسیه توسط همه وسایل نقلیات خودداری کنند، اما مشاهده ها نشان می‌دهند که صرف نظر از دعوت مقامات مهاجران تاجیک همانا روانه روسیه هستند. تاجیکستان سفر شهروندان 41 دولت را به این کشور آسان‌تر کرد. از 1 می شهروندان 25 کشور می توانند تا 30 روز بدون روادید یا ویزا به تاجیکستان سفر کنند. به این فهرست شهروندان بوسنیا و هرزگوین، بلغارستان، کوستاریکا، کیپر، ایرلندیا، مالتا، مکزیک، مغولستان، چرنگوریا، عمان، رومانیا، سربیا، اسلواکیا، اسلوونیا، واتیکان، برزیل و 9 کشور دیگر شامل می شوند. از میان این کشورها شهروندان دولت فلسطین تنها با شناسنامه دیپلماتی و خدمتی به تاجیکستان بدون ویزا آمده می توانند. حکومت همچنین به شهروندان از 55 ساله بالای 16 کشور اجازه داده است که بدون روادید تا 2 هفته به تاجیکستان سفر کنند. در این رویخط به نام چین اینچنین کشورهای آلبانیا، الجزایر، باربادوس و نوآتو، اتحاد دومینیکا، فیجی، لاوس، لبنان، ماداگاسکار، مراکش، مقدونیه شمالی، نیکاراگوآ، پاناما، تونس و ویتنام وارد شده است. شهروندان این 41 دولت در صورتی که اگر سفرشان از مهلت امتیازی یعنی از 14 یا 30 روز بیشتر طول کشد باید از قبل روادید بگیرند. بینندگان عزیز، بیکار شدن روادید برای تا 1 ماه برای شهروندان این کشورها یک طرفه است. کشاورزان شمالی تاجیکستان هشدار می‌دهند که امسال چند نوع زراعتکاری و سبزوات دیرتر به دست ساکنان می‌رسد. سبب چنین حالت را به تأخیر در سیستم آبیاری و مشکل برق ربط می‌دهند. با ادعای آنها تقریباً در آخر ماه دوم بهار به زمین‌ها نمی رسید و نشأه‌نمای آن را به قفا انداخت. مسئولان برق این وضع را رسما شرح نمی‌دهند. فرزان محمدی از کشتزارهای ولایت سوخت گزارش می‌دهد. امیرجان ابراهیموف در ناحیه باباجان غفورов همراه شریکانش در حدود 12 هکتار زمین تیرماه گذشته پیاز کاریده است و امید داشت در موسم 2024 پیشتر و بیشتر حاصلش را گیرد. هرچند سبزه پیازش قد کشیده است ولی چند روز گرمی به آب ماندن زمین دهقانیش نقشش را به تأخیر انداخته است. از روی نقشه
25 ماه یکم و ایون با ما باید کنیم بود که امسال گفتم که 15-20 روز دیرتر تمام میشه. زیانم آورده زیانش هم هایده زیانش ابزات نه البته مثلا چه زیان مثلا نشون که درس حاصل کم میشه ویساش کم میشه تانوی کم میگیریم همین زیان میمونه. به گفته او سالهای قبلی در اولین ماه بهار عادتاً زمین‌ها آبیاری می‌شدند ولی به مشاهده ما در آخرین روزهای ماه دوم بهار هم جویبارهای ناحیه باباجان غفوروف آب نداشتند. همش همون حسابی آبده کنه اما آبون شود سویت شود ناز میشود. این جاهای ما از بس که این کوه نزدیکه که کمتر تیزتر آب میخواهد طرفای وای باغ ملی و ها سال دیرتر اینجا تیزتر آب موندن نکرد. گرمی بلندتر اینجا چند روز به یک بار آب میدونید؟ 3 روز 2 روز 3 روز به آب موندن نکرد. این حال را دهقانان دیگر ناحیه‌های ولایت سوق نیز دارند. اوکتام محمد صابیروف در ناحیه جبار رسولوف حدود 1.5 هکتار زمین کشاورزی دارد و اساساً به آبچکاری مشغول است. 11 عضو عائله‌اش از همین حساب روزی می‌یابند و سر زمین تمام سال مشغول کار می‌گردند. امسال از حاصل امید زیاد ندارند و می‌خواهند بیشتر باران بارد. آبیار سال امسال سال دیر بمان من پمیداره کار داشتم آب شد 1-2 بار آب خوردنش در کار بود 20 روز دیر بمان اکنون نمیدانم رئیس بگویم رئیس میشد گفته وای شده است من شده است سویت وای شده است سال خوش میکند سویت میمورد آب وای میشد همین خیلی حال شده است حاضر. در همین حال کشتار بعضی منطقه‌ها به سبب بارشات زیاد ثبت شده و مشکل بی‌آبی را پوشانیده است. دهقانان از ادامه فصل بهار و تابستان نگران هستند. حاضر برخا کار نکسانیه انا که باید واسطه باید همین وای شد همین خدا شکر که بارونگری شد همین فایده شد نگه حاضر از دهقان بهبود نیست بیچاره دهقان پانون مینوس برافزاده وای سال 15 ایون اومد حاضر همین آب پیتوای ما پایین خرید برابر ساده یک ودوات 150 تومان. در اداره برقرسانی ولایت سوق این وضع را شرح ندادند و چند سال اخیر همایش مطبوعاتی نیز دایر نمی‌کنند. اتحاد قدرتی‌های پیشین بلاروس و تلویزیون بیلسات فیلم تحقیقاتی را با نام داستان بزرگترین دزدی لوکاشنکو نشر کردند. در این فیلم گفته می شود که در نزدیکای شهر سوچی روسیه با 50 میلیون دلار آمریکایی برای پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو قرارگاه می سازند. به اطلاع منبع قرارگاه در حدود دهه استراحتی کراسنای پولیانا در زمین ساخته می شود که از سال 2013 به بلاروس تعلق دارد. روزنامه‌نگاران میگن مینسک این قطعه زمین را بعد تصویب سازشنامه تبادل زمین با روسیه صاحب شده بود. در حدود قرارگاه 3 قصر زمانوی بنیاد کرده می شود که مساحت هر یک از آنها زیاد از 300 متر مربع خواهد بود. قرارگاه همچنین دارای مهمانخانه و مجموعه طربخانه ها نیز خواهد بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 می را فرا می گیرد. 1 май дар тақвими кишварҳои ғарбу аврупо чун рӯзи байналмилалии меҳнаткашон дарҷ ёфтааст ки ба муборизаҳои синфии коргарони ин кишварҳо барои ҷорӣ шудани соати кори 8 рӯза рабт мегирад. охири солҳои 1800 он ба талаби муҳими болшевикҳову пролетарҳо коммунистҳои баъдӣ ҳам табдил шуд ва дар иттиҳоди шӯравӣ ҳам 1 май чун рӯзи ҳамраҳии меҳнаткашон ва рӯзи расмии истироҳат барои таблиғи ҳукумати коммунистӣ истифода мешуд. дар қонуни тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 1 май чун рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон сабт шуда рӯзи корӣ мебошад.
дар рӯзҳои охири ҷанги дуюми ҷаҳон дар аврупо 1 май соли 1945 дар натиҷаи ҷангҳои шадид дар болои бинои парлумони олмонӣ нози Рейхстаг парчами Иттиҳоди Шӯравӣ афрохта шуд. ишғоли Рейхстаг чун рамзи муҳими сиёсии суқути режими фашизм арзёбӣ мешавад. Таърихнигорони шӯравӣ солиёни зиёд нақши танҳо 3 сарбоз Алексей Берест, Мелитон Кантарияи Гурҷӣ ва Михаил Егоровро чун парчамафрозони Рейхстаг ёд мекарданд, вале баъдан аз нақши миллатҳои дигар аз ҷумла аз саҳми низомиёни тоҷик Раҷаб Эшонов, батальони Ато Атоев, Отақул Бӯстонов чун ширкатдорони фаъоли ҷангҳои атрофи Рейхстаг ёд мешавад. 1 майи соли 1937 зодрӯзи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистони Шӯравӣ Мариам Исоева аст, ки барои театру кинои тоҷик беш аз 150 нақш офаридааст. яке аз шогирдони маъруфи донишгоҳи ҳунари театрӣ ба номи Луначарский Москав аксари вақт дар театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кор кардааст. хоҳараш Сайрам Исоева ҳам аз ҳунарпешаҳои маъруф аст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. فردا شما را در همین وقت و ساعت منتظریم.